سلام، به کانال بالی لاورز خوش اومدید. من پروانه هستم و قراره توی این کانال درباره دنیای جذاب بالیوود صحبت کنیم. خیلی خوشحال میشم که تا انتهای ویدیو همراه من باشید و با هم به تماشای این دنیای جذاب و رنگارنگ بشینیم. فیلم دانکی یک کمدی درام هندیه که در سال 2023 اکران شد. این فیلم بر اساس روش مهاجرت غیرقانونی به نام دانکی فلایت ساخته شده که به معنی ورود غیرمجاز به کشورهایی مثل ایالات متحده، کانادا، بریتانیا و استرالیا است. کارگردان و تدوینگر این فیلم راج کومار هیرانیه و این فیلم توسط کمپانی‌های بزرگ و معروف فیلمسازی از جمله رد چیلیز انترتینمنت که متعلق به شاهرخ خان و همسرشه و کمپانی فیلمسازی جیو پلتفرم که متعلق به موکش آمبانی یکی از ثروتمندان و کارآفرینان هندوستانه و همچنین راج کومار هیرانی فیلمز ساخته شده. شاهرخ خان، تاپسی پانو، ویکی کوشال و بومن ایرانی از بازیگران این فیلم هستند. داستان این فیلم درباره چند دوست در هندوستانه که رویای مهاجرت به انگلستان رو دارن. اونها بعد از تلاش‌های ناموفق به صورت اتفاقی با سربازی آشنا میشن که به اونا قول میده در رسیدن به هدفشون بهشون کمک کنه. این گروه توی مسیرشون از مرز کشورهای پاکستان، افغانستان، ایران و ترکیه عبور می‌کنند که هنگام عبور از مرز ایران شاهد سکانس‌هایی هستیم که آنها با مرزبانان ایرانی درگیر میشن. امروز من میخوام به بررسی این سکانس‌ها و جنجالی شدنشون بپردازم. همونطور که گفتم بخشایی از این فیلم که مربوط به ایران میشه باعث شده بسیاری از مردم و منتقدین این صحنه‌ها رو توهین به ایران بدونن. در واقع هیرانی در این فیلم مرزبانان ایرانی را رشوه‌گیر، آدمکش و متجاوز نشون داده که به راحتی مهاجران را مورد هدف قرار میدن. سازمان ساترا مجوز انتشار این فیلم در ایران رو نداده چون از نظر این سازمان صحنه‌های این فیلم درباره مرزبانان ایرانی توهین‌آمیز و غیرواقعیه. همچنین ساترا از وزارت خارجه درخواست کرد که دستگاه دیپلماسی کشور با توجه به اکران گسترده این فیلم در سینماهای کشورهای مختلف به این رویکرد ضد ایرانی فیلم اعتراض رسمی کنه. بسیاری بر این باورند که هیرانی با همکاری تهیه کنندگان و پخش کنندگان خارجی قصد داشته تصویر منفی از ایران رو به نمایش بذاره. همچنین بعضی صاحب نظران معتقدند نزدیکی هند و اسرائیل در سالهای اخیر باعث نفوذ لابی‌های صهیونیستی به سینمای بالیوود شده و ساخت چنین سکانس‌هایی نتیجه همین نفوذه. برخی از منتقدینی که این فیلم رو تماشا کردن معتقدند که اگه کسی بخواد از هند به صورت قاچاقی به اروپا بره هیچ وقت این مسیر رو انتخاب نمی‌کنه. در نتیجه پرداختن به صحنه‌های مربوط به ایران عمدی بوده تا تصویر منفی از ایران رو نشون بده. روزنامه همشهریان‌ها اشاره کرد که صحنه کشتار کولبران محصول فیلمسازان جشنواره ایرانیه، اما در فیلم دانکی مرزبانان ایرانی رو وحشی و متجاوز نشون داده که این رویکرد ایران هراسانه است. فیلم ایرانی کژوال به کارگردانی نیما یار و تهیه کنندگی جواد نوروزبیگی مشکلات و سختی‌های کولبران کردستان رو نشون میده. در واقع در فیلم کژوال شاهد صحنه‌ای هستیم که مشابه صحنه‌های مربوط به ایران در فیلم دانکیه. کژوال در سال 2018 جایزه بهترین فیلم آسیایی رو برد، اما به دلیل پرداختن به مشکلات کولبران و مرزنشینان کردستان در ایران اجازه نمایش نگرفت و همچنان توقیف است. توشار جوشی یکی از منتقدین هندی از ایندیا تودی معتقده که این فیلم هیرانی به اندازه فیلم‌های قبلیش مثل پیکی و 3 ایدیتس برجسته نیست. برخی از منتقدان بالیوود هنگاما هم باور دارند که نیمه اول این فیلم خیلی بهتر و سرگرم کننده تر از قسمت پایانی اونه. در کل نظر منتقدین هندی اینه که این فیلم هیرانی نسبت به سایر فیلم‌های او خیلی ضعیف‌تر عمل کرده. خیلی دوست دارم نظر شما رو هم درباره این قسمت از فیلم دانکی بدونم. به نظر شما این صحنه هم بخشی از دسیسه‌های اسرائیل یا کشورهای غربیه؟
یا اینکه بازتابی از فیلمایی که کارگردانان ایرانی با نمایش این صحنه‌ها می‌خواستن سختی‌ها و مشکلات کولبران ایران رو به تصویر بکشن. به نظرتون احتمالش وجود داره که ایرانی فقط قصد داشته خطرهایی که برای مهاجرین غیرقانونی پیش میاد رو به جهان یادآوری کنه؟ شاید شما دیدگاه کاملا متفاوتی درباره این فیلم و صحنه‌های جنجالیش داشته باشین. خیلی خوشحال میشم نظرتون رو برام بنویسین تا بتونیم با دید بازتر و از زوایای مختلف به این فیلم نگاه کنیم.